جهان سپاس واقعا هم با افتخار و سپاس بی‌پایان به همه اشتراکچیان، صاحبکاران، متخصصان و مهمانان گرامی برای اشتراک فعالانه و سهم ارزندهشان عرض سپاس می‌کنیم. بیشک همکاری این بده و دستگیری منتظم جوانان برای رسیدن به هدف‌های استراتژیک کشور نقش حل کننده خواهد گذاشت. It's with great pride and gratitude that we would like to thank all the participants, entrepreneurs, specialists and guests of honor for their active participation and valuable contribution. Undoubtedly, further cooperating and targeted support for yours will play a crucial role in achieving the country's strategic goals. حاضرین گرامی، مهمانان ارجمند، باز هم لحظه فراغت را ادامه می‌دهیم. یک نفر سراینده ای را دعوت می‌کنیم که او محبوب دلها است. بانوی خوش صدا، خوش آواز، منیژه صباح را دعوت می‌کنیم. مرحبا. Please welcome, and you can enjoy because today is your day, the Yoz Day of Tajikistan. استقبال کنید.